سلام به همه دوستان سینما. امروز قراره شما رو با یک لیست از فیلم‌های خارجی آشنا کنیم. 5 فیلم بر اساس مودی که الان داری که هر عاشق سینمایی باید حداقل یک بار توی زندگیش این فیلم‌ها رو ببینه. از آثار ترسناک بی‌نظیر تا فیلم‌های مدرن عاشقانه همه رو براتون آماده کردیم. از فیلم ترسناک شروع می‌کنیم. فیلمی که شما رو به دنیای وحشت و ترس میبره. فیلم اعجوبه، یک فیلم ترسناک هیجان انگیز که تو سال 2024 توی ایرلند ساخته شده. داستان فیلم در مورد زنی به نام دارسی هست که بعد از مرگ وحشیانه خواهرش تصمیم میگیره افرادی که مسئول مرگ خواهرش هستن رو پیدا کنه و انتقامش رو بگیره، اما اتفاقهای ناگوار وحشتناکی براش میفته. این فیلم تونسته توجه بسیاری از تماشاگران رو به خاطر بازی جذاب بازیگراش و داستان فیلم به دست بیاره. اگه دلت میخواد حالت خوب بشه و لبخند روی لبت باشه، فیلم کدا رو ببین. فیلم کدا یک فیلم آمریکایی در ژانر کمدی درام که تو سال 2021 ساخته شد. داستان فیلم در مورد دختری به نام روبی هست که توی یک خانواده 4 نفره زندگی میکنه. روبی به موسیقی علاقه داره، اما در میان انتخاب علاقه خودش و کمک به خانواده‌اش دچار تردید میشه. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید تا بریم یکی از رازآلودترین فیلم ها رو معرفی کنم. فیلم بعدی میراج، فیلم رازآلود معمایی محصول 2018 توی اسپانیا. داستان فیلم در مورد نیکو، پسری که دوست داره موسیقی‌هاش رو ضبط کنه. یک شب زمانی که طوفان شروع میشه، پسره شاهد یک اتفاق عجیب توی خونه همسایه‌شون میشه و دنبال اون اتفاق میره. پس پیشنهاد میکنم که اگه دوست دارید سرگرم بشید حتما این فیلم رو ببینید. فیلم بعدی افسون شده، یک فیلم در ژانر رمانتیک فانتزی که تو سال 2007 به کارگردانی کوین لیما ساخته شده. داستان فیلم در مورد یک پرنسس دیزنی هست که ناگهان از دنیای انیمیشنی خود وارد یه دنیای دیگه‌ای میشه. میدونم که اگه این فیلم رو ببینید پرت میشید توی دنیای فانتزی جذاب. فیلم آخر یک فیلم عاشقانه متفاوت. عاشقی که توی فیلم ردیمینگ لاو وجود داره خیلی جذابه و اگه سبک رمانتیک و عاشقانه دوست داری این بهترین انتخابی که میتونی داشته باشی، البته با پارتنرت. این فیلم توی سال 2022 توی آمریکا ساخته شده. داستان فیلم در مورد دختری به نام آنجل هست که توی کودکی اتفاقهایی واسش افتاده و حالا که بزرگ شده تصمیم گرفته انتقام بگیره. امیدوارم از این لیست لذت ببرید و چند فیلم جدید با موضوعهای متفاوت پیدا کرده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.